اهالی نجران به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند و از ایشان خواهش کردند که همراه آنها یک چند صحابگان خود را بفرستند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که من امروز با شما نفری را میفرستم که در حقیقت امین، راست قول و باوریناک است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که نفری که به او باوری کردن ناممکن است و او به وعده های دادش خیانت میکند، این گونه آدم دین ندارد و در حقیقت هم وقتی به انسان باوری نباشد پس چه فایده است از او؟ آن دم صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انتظار بودند تا پیامبر صلی الله علیه و سلم نام آنها را گیرند. عمر رضی الله عنه میگوید که من حتی پیش چشمان پیامبر خود را نمایان کرده این سو و آن سو می رفتم تا اینکه او مرا ببیند و انتخاب نماید. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند برخیز ای ابو عبیده. وقتی که ابو عبیده رضی الله عنه همراه آنها رفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که به درستی ابو عبیده نفری است که امین است، یعنی باوریناک است، نفری که هیچگاه خیانت نخواهد کرد. ابو عبیده امیر ابن جراح رضی الله عنه این گونه بود نام پوره این صحابه پر از نور. ابوبکر رضی الله عنه میخواست تا بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم عبیده رضی الله عنه امیر شود. وقتی مردم جمع شدند وی به آنها گفت من میخواهم که شما از بین این دو طرف، این دو نفر برای خود امیر انتخاب نمایید، ابو عبیده و یا عمر ابن خطاب، زیرا محض توسط ابوبکر رضی الله عنه ابو عبیده یکی از اولین ها شده اسلام را قبول کرد و او یکی از 10 صحابگان بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برایش خبری به بهشت داخل شدنش را داده بودند. زمان عمر رضی الله عنه به همراهان خود سوال کرد که آنها چه خواهش دارند. بعد هر کدام خواهش های خود را بیان کرد و عمر رضی الله عنه گفت که من میخواهم که یک خانه پر از مردان به مانند ابو عبیده داشته باشم. برای حل نمودن مشکل های امت برای من یک چند نفر به امثال ابو عبیده کافی است. عمر رضی الله عنه میگفتند که من حل یگان کاری را که ابو عبیده کرده است دیگر نکردم. اگر وی مشکل را چگونه حل میکرد من هم به او پیروی میکردم. وقتی که مسلمانان شام را ضبط کردند، ابو عبیده رضی الله عنه آنجا امیر بود و زمان عمر رضی الله عنه هنگامی که به شام آمدند به خانه ابو عبیده رضی الله عنه رفتند و از او پرسان شدند که آیا یگان خوراک داری که استعمال نماییم؟ وی به عمر رضی الله عنه یک چند پاره نان خشک شده را دراز کرد. پس از این عمر رضی الله عنه گریهشان آمد و گفتند این دنیا همه ما را عوض کرد، لیکن غیر از تو ای ابو عبیده. این صحابه پر از نور، نفری که امین بود، نفری که باوریناک بود، نفری که نگهدارنده امت بود، در شام سال 18 هجری بر اثر وبایی که آنجا آمده بود از عالم درگذشت و این یک چند دقیقه که برای ما در اختیار ما شده است کافی نیست تا اینکه همه کارهای را که ابو عبیده رضی الله عنه به انجام داده است برای شما گفته باشیم. و این کوتاهانه معلومات مختصر بود عاید یکی از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ابو عبیده رضی الله عنه. تا قسمت های آینده خداوند نگهبانی هر یک شما
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.